آن همین صدای گوارای کرنه سرنای و بالایدروی مهمانان در باغ‌های فرهنگی شهر دوشنبه نمایش فروش محصولات‌های کشاورزی، هنرهای مردمی، طعام‌های ملی و برنامه‌های فرهنگی و ادبی شهر و ناحیه‌های جمهوری بهره ساکنان شهر و مهمانان عزیز برگزار گردید. چرابینی مذکور را در باغ ایرانی پایتخت مشاور پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نصرالدین زاده امامعلی و رئیس شهر کانیبادام افتتاح نموده برگزاری چنین نمایش فروش محصولات‌های کشاورزی و هنرهای مردمی را در باغ‌های فرهنگی شهر دوشنبه اقدام نجیب برای معرفی هنرهای مردمی و طعام‌های ملی به سیاحان خارجی نامید. نقشه حکومت جمهوری تاجیکستان امروز در باغ ایران روز فرهنگی شهر کانیبادام برگزار گردید و خیلی از این ما الهام زیاد گرفتیم برای اینکه امروز از شهر کانیبادام هنرمندان شهر کانیبادام اشتراک لیسه کالج ها ساحه معارف تندرستی اشتراک نموده در این باغ زیبای زمانوی امروز خوراک‌های ملی نان‌های تاجیکانه ما و فروش برآورده شد و نزد خلق پیشنهاد کرده شد و این یک عنعنه خیلی خوب شد که امروز ما آگاهی یافتیم از همین فرهنگ تاجیکانی خود. مقصد اساسی همین آمدن و نشان دادن این محصول دستان هنرمندان همین است که ما باید از تاریخ آگاه باشیم. پیشروی معظم ملت نیز وقتی که به هر یک خانوادان کتاب تاجیکان رو تقدیم کردن مقصدش همین بود که هر یک تاجیک باید عنعنه خود را داند، تاریخ خود را داند. ما تاجیکان کی بودیم و کی هستیم و امروز ما فخر داریم که تاجیک هستیم و با چنین چکن و آدرس و آواسی خود در تمام جهان مشهور هستیم. در نمایش مذکور هنرمندان از شهر کانیبادام بهترین محصولات‌های دوزندگی، اطلس و آدرس، گلدوزی، تحفه‌های ملی، محصولات‌های آهنگری، کندکاری، اینچنین محصولات‌های نانی، میوه‌های خشک و تر و تازه خود را پیشنهاد مهمانان و ساکنان شهر گردانیدند. همچنین در این نمایش بهترین مصوره‌ها پیشنهاد گردیدند که هر یکی آنها بازگو کننده از طبیعت زیبای کشور و آب‌های مصفای آن گواهی می‌دهد. امروزها با تشبث پیشوای ملت احیا کردن هنرهای مردمی رواج و رونق یافته ایستاده است در شهر کانیبادام به مانند طاق دوزی، آدرس بافی، قالین بافی، پاپور دوزی، سواد بافی و بسیار نمودهای هنرهای مردمی احیا و فعالیت برده ایستادند. بسیار زنهای خانشین را ما با کسب‌های قدیمی خود شناسانده، آموزانده ایستاده ایم. امروزها توجه زنهای تاجیک به کرته‌های ملی یعنی اطلس و آدرس، چکن توجه بسیار دارند. برای همین بسیارتر آنها را احیا کرده زنهای خانشین را به این جلب کردن ممکن است. طاقی که در شهر کانیبادام زنهای خانشین اینها را با شاگردان خود استحصال کرده در بازارهای کانیبادام و دیگر شهرها به فروش مانده می شود. اینچنین در شهر کانیبادام زنهای خانشین و دختران خانشین بسیار هنرهای مردمی را از خود نموده و استحصال میکنند به مانند اطلس و آدرس بافی، یورمه دوزی، پاپور دوزی، بافندگی، به مانند چکن دوزی، چکنی که در منطقه کولاب رواج داده شده است. همین هنر احیا شده است. در ولایت سوخ هم بسیار هم توجه بسیار کرده ایستادیم. ما هم میخواهیم که همین در ولایت سوخ
در شهر کنیبودام ریواج داده. همین هنرهایی که در قدیم استفاده می بردن از نو احیا کرده شده، برای مانده شده است، به استحصالات مانده شدگی که زنای خانشین همین را استفاده برده، استحصال کرده زندگی خود رو پیش میبرند. ما بین‌ها شاد هستیم که با در اساس دستور سپارش‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از نو احیا کردن هنرهای قدیمی خلق تاجیک را گفتند و از این رو ما نیز برای از نو احیا کردن عنعنه‌های خلق تاجیک با پدر و بابایان ما هنرهای مردمیشان ما از نو احیا کرده ایستادیم. ما ان شهر کنیبودام هنرهای خود را نشان داده ایستادیم تا که ما دیگر هنرهای شهر و ناحیه ها را ما نیز آموزیم و از این رو ما لیسه کسبی صنعت دوزندگی شهر کنیبودام از روی 4 اختصاص و خوانندگان تعلیم میدهند. بیهوده نمیگویند که هنر از طلا و ضربه. هنرمند هیچگاه خار نمیشود. شاگردان ما علکه در سیخ‌های دوزندگی، سیخ‌های کولینری، آشخانه ها فعالیت برده ایستادند که ما بسیار خوشنود هستیم که جانان که آینده ملتند باید هنر آموزند. بی هنر البته خار می شود. ما خیلی میندار هستیم که امروز ما را به این شهر زیبا و پایتخت دعوت نمودند و در اینجا ما با سری بلند در این باغ محصول دستانی هنرهای مردمی شهر کنیبودام را نشان دادیم. من خودتان خیلی که میبینید در اینجا آهنگر هستند و سبدباف هستند که آنها حقیقتا محصول دستانی خود هستند و آنها اولیوی همین کار را تاسیس داده از پدر از بابای و بیبیشان به فرزندانشان میراث گذاشته تا حال دوام داده ایستادند. ما فخر داریم که امروز پیشروی معظم ملت داریم و ما در تمام جهان معرفی گردیدیم. امروز فخر از آن داریم که تاجیک هستیم و ما آینده نیز برای پیشروی نسل نورس خود سهمگذار بوده. برای پیشروی تاجیکستان خود البته کوشش به خرج می‌دهیم. امروز ما جمع هنرمندان بخش فرهنگ شهر کنیبودام حضور داریم در باغ ملی ایران پایتخت عزیز دوشنبه برای نمایش محصولات کشاورزی، هنرهای مردمی و همچنین برنامه فرهنگی که امروز پیشکش تماشابینان عزیز می‌گردد. همچون شام فرهنگی شهر کنیبودام در پایتخت تجلیل می‌گردد. ترانه‌نگار وصف وطن عزیز باشیم با سروده‌های که در وصف تاجیکستان و وحدت و یگانگی، ترانه‌نگار استقلالیت بیگزند تاجیکستان امروز روی صحنه برآمد خواهیم کرد و همچنین کوشش به خرج می‌دهیم که تا به دل نازک طبع تماشابینان عزیز راه یافته باشیم و همچنین با هنرمندانی که شایسته هستند، هنرمندانی که ورزیده و کسبی هستند در صحنه برآمد بکنند و همچنین
به دلهای تماشابینان راه بیابند و به تارهای دل آنها ناخن بزنند. در قسمت دومی روز باشد برنامه فرهنگی عبارت از سرود و موسیقی ها در وصف وطن و وحدت و یگانگی از جانب هنرمندان بخش فرهنگ شهر کانیبادام بهر بالیده روحی ساکنان پایتخت و مهمانان برگزار کرده شد. عزیزتر چو از دلم توی وطن، دوای جان بسملم توی وطن، شکفته خیزم از نسیم صبح تو، درخش شام محفلم توی وطن توی وطن. همین گونه با حشمت زیاد در باغ فرهنگی فراغتی به نام علیشیر نوایی شهر دوشنبه نیز نمایش فروش محصولات‌های کشاورزی و طعام‌های ملی شهر وحدت پیشنهاد ساکنان پایتخت گردید. در نمایش فروش محصولات‌های کشاورزی و طعام‌های ملی شهر وحدت معاون سروزیر مملکت سلیمان زیازاده، وزیر کشاورزی جمهوری تاجیکستان، رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر وحدت و ساکنان پایتخت شرکت نمودند. боиси хушнудист ки субҳи имрӯз дар яке аз боғҳои зебои فرهنگی فروغتی به نام علیشیر نوایی شهر دوشنبه نمایش محصولات کشاورزی و اینچنین نمایش هنرهای مردمی چیره‌دستان شهر وحدت به نمایش گذاشته شد و تمام شهروندان پایتخت عزیزمان شهر دوشنبه از محصولات های کشاورزی شهر وحدت که با نرخ ارزان به فروش گذاشته شده بود خریداری نمودند و اینچنین از هنرهای چیره‌دستان شهر وحدت دیدن نمودند و همزمان قید کردنی هستم که امروز پایتخت عزیزمان شهر دوشنبه به یک شهر سبز مبدل گردیده است که این با سعی و تلاش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و اینچنین شهردار پایتخت عزیزمان محترم رستم امامعلی امروز شهر دوشنبه به یکی از شهرهای زیباترین پایتخت زیبای تاجیکستان عزیزمان بدل گشته است که هر یک مهمان هر یک شخصی که به این شهر زیبا وارد می‌گردد البته از این گلگشت‌ها از این سبز و آبادی و شکوفایی پایتخت عزیزمان به خود یک روح و الهام نو به نو می‌گیرد. در صحن باغ فرهنگی فراغتی به نام علیشیر نوایی که نمایش طعام‌های ملی و هنرهای مردمی شهر وحدت ادامه آرا یافته بود، ساکنان پایتخت دیدن نموده از محصولات‌های تر و تازه کشاورزی و محصولات‌های دوزندگی با نرخ‌های از بازار نسبتاً ارزان خریداری نمودند. در این نمایشگاه اشتراک داریم و همه هنرهایی که مردم جماعت دهات سیمیگنج تیار نمودند این هنر دستی همه بانوان می باشد و امروز ما این هنرها رو به پیشکش تماشابینان کرده ایستاده ایم و چطوری که می بینید من همینجا پخت و پس ها هستند گلدوزی ها هستند همه این هنرها رو ما پیشکش نمودیم و مردم از این مردم شهر از همین محصولات های ما چشیدن و حلاوت بردن. این نمایشی که ما پیشنهاد نمودیم برای مردم شهر دوشنبه من همین بسیارترگی من همین نانهایی که ما پختیم همه این را که بانوان ما تیار نمودند و آنها مقبول شد و من همین سوزنیایی که دوختیم که این منظره دهه سیمیگنج می باشد که این هم بسیار به آنها مقبول شد که این همه با هنری دستی همون بانوان می باشد. بعد از نمایش محصولات‌های کشاورزی و طعام‌های ملی و هنرهای مردمی قسمت دوم روز باشد در باغ فرهنگی و فراغتی به نام علیشیر نوایی پایتخت برنامه مکمل فرهنگی صنعتکاران شهر وحدت
бо таронаҳои ватандӯстона табъи сокинони пойтахти кишварро болида сохтанд. фазои боғи фарҳангию фароғатии кӯли ҷавонон низ идона буд. дар ин боғ сабзавотҳои тару тоза ва ҳунарҳои қадимаи мардуми ноҳияи қубодиён ба намоишфурӯш гузошта шуданд. сокинони пойтахти азиз маҳсулотҳои кишоварзиро бо табъи худ мувофиқ бо нархи дастрас харидорӣ карданд. امروز در باغ فرهنگی فراغتی کلی جوانان شهر دوشنبه طبق نقشه حکومت تصمیم نموده حکومت جمهوری تاجیکستان نمایش فروش محصولات کشاورزی برگزار گردیده شده است. وابسته به این دهقانان ناحیه محصولات های خود در ناحیه استحصال شده هاشان را به ساکنان پیشکش نمودند از قبیل محصولات سبزوات، کارتوشکا، پالیزی، میوه‌ها و گوشت به نمایش پیشکش نمودند. محصولات ناحیه هم از جهت صفت هم تر و تازه می باشد. وابسته امروز خریداران در روحیه بلند خریدار نموده ایستادند. هم نرخ دسترس نسبت به نرخ‌های بازار خیلی ارزان می باشد. иқдоми намоиш фурӯши маҳсулотҳои кишоварзӣ ва ҳунарҳои мардумӣ аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурӣ гирифта шуда дар назар аст то ҷашни истиқлолияти давлатӣ аз ҳама шаҳру ноҳияҳои кишвар рӯзҳои истироҳат дар боғҳои фарҳангии шаҳри душанбе баргузор гардад.